روبرو نشستن، دارن با دقت با عینک دارن منو نگاه میکنن و یک آقایی هم اونجا وایستاده، آقای فریبرز سمندرپور که بازیگر بود، بعدا نقش همین شگو قاتل بیرحمو بازی کرد. ایشون قرار بود من با ایشون تمرین بکنم و ایشون اوردی داشت اونجا کار میکرد در کارگاه نمایش و بازیگر موفقی بود و اینها. و به من گفتن که فضا اینجا یه جنگله، حالا اون سراح شاه بود کارگاه نمایش، در روز روشن ماشینا میان میرن بوق میزنن. اینا رو میگم به خاطر اینکه بهتون بگم که چقدر تخیل در کار بازیگری اهمیت داره. و به من گفتن که اینجا تصور کن که یه جنگله، تو با دو بچه کوچیک داری فرار میکنی، شگو قاتل بیرحم با اسبش به دنبال تو و بالاخره به تو میرسه و موهای تو رو میکشه و بچهای تو رو میکشه. من همچون که داشتم داشتم بر من این توضیحاتو میدادن، شروع کردم به سرد شدن، دستام سرد شد، پاهم سرد شد و شروع کردم پامو توی کفشم فشار دادن، یه جوری که احساس میکردم این کفش مثلا برای من 4 نمره کوچیکه و قلبم داشت از جا کنده میشد با تصور این که آیا من واقعا دلم میخواد بازیگر بشم، آیا دلم میخواد جلوی مثلا آدمو برم بازی بکنم. خب اینا غریبن، اینا که دیگه فامیل من نیستن، اینا دارن من تماشا میکنن. همونطور که به خودم داشتم فشار میآوردم و پام درد گرفته بود از بس که فشارش میدادم توی کفش، با خودم یه شرطی کردم. گفتم یا همین الان بدون اینکه هیچ توضیح، مجبور نیست به مردم توضیح بدی، حرفی بود که مادرم همیشه میزد، گفت دوست نداری میری توضیح نده. گفتم الان در رو باز میکنم میرم، توضیح هم نمیدم، فقط میگم خداحافظ همگی و میرم و تا ابد میبوسم این عشقو میذارم کنار، یا همین الان این ملکه انگلیسی میشم و لهجه‌ام میخواستن ازم که مثلا من بگم که او تو کی هستی و چرا آمدی اینجا، مثلا یک انگلیسی که در ژاپن با لهجه حرف میزنه، یا اینکه همین الان این بازی رو من اینجا میکنم و خودم مقانع کردم که تصمیم تو بگیر، بازی میکنم، نمیترسم که قبلا این کارا رو کردم، فقط نمایشنامه نویس نداشتم و شروع کردم. تصور کردم یه بچه 3 سالشه، پس یه طرف رفت پایین‌تر، یه بچه 5 سالشه، یه طرف اومد بالاتر و درخته و از لای درخت شروع کردم رد شدن و بچه‌های من بیاین یه خود راه رفتم، دیدم نه کسی هنوز قاتل بیرحم دنبالم نیست، یکیشو بغل کردم و شروع کردم دوباره تو این جنگل رفتن و گریه کردن و به بچه‌ها دلداری دادن که شگو قاتل بیرحم آقای فریبرز سمندرپور رسیدن و موی بنده رو گرفتن و کشیدن. من همون موقع بودم میگم اگر تئاتر اینقدر درد داره من فکر نمی‌کنم که بخوام هنرپیشه تئاتر باشم. ولی خب تمرین تموم شد، من دیدم همه دارن اینطوری نگاه میکنن، گفتم وای خدا خیلی بد بازی کردم، این چیزی نیستش که اینا میخواستن. گفتن که یکی اومد گفتش که شما برین توی دفتر بشینین. گفتم خب لابد میخوان دلشون نمیاد اینجوری بگن برین، میگن دفتر بشینین، بعد میان تو دفتر میگن خیلی ممنون زحمت کشیدین اومدین بفهمین برین. رفتم توی دفتر نشستم، بعد از 1 ساعت که به نظر من 1 قرن اومد، اول خانم بنتال اومد، گفتش من خیلی از آشنایی با شما خوشحالم و خیلی خوشحالم از اینکه این نقش شما بازی میکنید. من فکرم گوشم اشتباه شنیده. بعد آقای نلبندیان اومدن که شما رو انتخاب کردن، شما دلتون میخواد که این با ما همکاری بکنین، ما 1-2 ماه ممکنه این نمایش ادامه پیدا بکنه و ما 700 تومن هم بیشتر نمیتونیم بدیم. من اصلا برام پولش اصلا مهم نبود، 700 تومن خرج مثلا 2-3 روز آدم بود، ولی باز ببینین اولی که آدم میشنوه که استخدامش کردن یا میخوان که این بازی رو بکنه، استخدام مهم نبود، این که میخواستن من این یه نقش بازی بکنم واقعا چند دقیقه طول کشید تا حالیم شد که حقیقت داره واقعا. الان امروز چه روزیه؟ چهارشنبه است، من اینجام و اینا میخوان که من باشون همکاری بکنم. بلافاصله وقتی که شروع کردم بازی در اون نمایش، آشوربانی پال که یکی از کارگردانای درجه 1 و همینطور خودش هم مینوشت کارگاه نمایش بود، آمد به سراغم و گفتش که تو خیلی خوبی برای نمایش‌های غربی مثل استرینبرگ و من یه نمایش دارم از استرینبرگ که خیلی دلم میخواد تو توی اون بازی بکنی. گفتم و هیچ هم سواد آنچنانی هم نداشتم، نمیدونستم کیه. آشوربانی پال منو خیلی کمک کرد، شروع کرد با به هم نمایشنامه میداد، میخوندم، کتابا دوباره براش میآوردم و از همون روز اول شروع کردم فقط خوندن، هی میخوندم. گفت بعد با چخوف آشنا بشی، چخوف مثلا سبکش فرق داره. 4 سال من با آشور کار کردم، 3 سال
جمعا از همون اول با آشور کار کردم که با آشور بانپال کار کردم در نمایش‌های امشب شب مهتابه، همین نمایش استرینبرگ، دو زن، چند نمایش دیگه که حالا اسامیش دیگه بعد از 30 سال سخت به خاطرم میاد. و بیشتر از همه چی تعلیم گرفتم در این مدت، چون کارگاه یک متد خیلی خوبی داشت و اونم این بود که هر بازیگری در کارگاه باید حتما در روز ورزش میکرد، یک کلاس رقص داشتیم، کلاس صدا داشتیم، بعد تمرینا شروع میشد. تمرینا می نبود که فقط بیا از اینجا راه برو اونجا این جملت رو بگو، اساسی بود. چرا راه میری؟ دلیلت چیه؟ چرا به اون سمت میری؟ چرا به این سمت نمیری؟ خیلی بنیادی بود تمرینا، چون ما با این کارگردانایی که کار میکردیم همه عشق و زندگیشون این بود که به ما چیز یاد بدن. اونجا نبودن برای اینکه اونجا یک دانشگاه گرونی بود و میخواستن پول در بیارن، اونجا نبودن برای اینکه میخواستن برای خودشون یه اسمی بسازن، اونجا بودن برای اینکه میخواستن بچه‌ای مثل من هوشنگ توزیع رو تربیت بکنن که کردن. و همزمان موسیقی کلاسیک، مثلا من مالر رو از طریق آشور شناختم، تمام سیمفونی‌های مالر رو به من داد، گفت اینا رو همه رو باید ببری گوش بدی، برای اینکه یه بازیگر، حرکت یه بازیگر روی صحنه، وقتی که بازیگری که موسیقی کلاسیک میشناسه راه رفتنش فرق میکنه با کسی که نمیشناسه. بعد شروع کرد با ریتم با هم کار کردن، خیلی من آموختم. یعنی میتونم بگم که تقریبا 80% چیزایی رو که استفاده دارم میکنم الان در سینما من از کارگاه نمایش آموختم و با خودم آوردم. جشن هنر شیراز، در جشن هنرهای شیراز شرکت میکنم. امشب شب مهتابه در شیراز قوقا کرد، پلی اند پلی رایتس، از که خبرنگارش از انگلستان اومده بود، 2 صفحه رو فقط به این نمایش اختصاص داد و به بازیگران این نمایش. دوران طلایی بود که باعث شد من با عباس کیارستمی آشنا بشم. Hi. Good afternoon. Looking for my father. I don't know which room he's in. Simon Weiler? Mr. Weiler, the architect? Yes. I'm Anna Krasinski. I'm the attending for your father. Okay. What happened? How is he? He's okay. He's had a heart attack. Fortunately, relatively minor. His vitals are fine and he's stable. But it will require an intervention. He's agreed to schedule it for tomorrow. So, who is it you write to? I couldn't help. Every time you get a break at the hospital, you're writing something. There is someone. It's kind of a long-distance relationship. How did you meet? Haven't. What? No. The story of my life. You're kidding. Keep everything at a distance. Everyone. The man who was standing right in front of me, the one that wanted to marry me, him I push away, I run from him. In the meantime, the one man I can never meet. Him, I would like to give my whole heart to. He must write one hell of a letter. Mm-hmm. It's nice. It's safe. Christ, he's in prison, isn't he? No. You're one of those women, aren't you? No, he's just a guy who lives on a lake. He's an architect. آشناییم با کیارستمی در کارگاه نمایش بود. آمده بود یک نمایش ببینه، مثل الان که در آمریکا کارگردانای بزرگ میرن تئاترای کوچیک تا هنرپیشه پیدا بکنن. فیلم گزارش فیلمی بود که با کیارستمی کار کردم و بلا فاصله مثل تئاتر که از یه نمایش به نمایش دیگه میرفتم، از گزارش به فیلم آقای اصلانی رفتم، فیلم شطرنج باد، از شطرنج باد به سوت دلان، با سوت دلان بود که به مردم معرفی شدم و هنوزم که هنوز وقتی ایرانی‌ها رو میبینم این طرف اون طرف دنیا به من میگن که من اولین بار تو رو در سوت دلان دیدم، اونهایی که با تئاتر آشنایی ندارن. بعد از سوت دلان در یک فیلم دیگه بازی کردم به اسم سراب سلطانیه که این فیلم هرگز به نمایش در نیامد. همزمان با
ادیتینگش بود یا ادیتینگش تموم شده بود، صدا برداری هم صدا ما گذاشته بودیم ADR، صداهایی که بعداً عوض میشه یا اگر مثلا صدای سر صحنه باشه خب دوباره صدا میگیرن. در مرحله ADR بودیم که من ایران رو ترک کردم، به انگلستان رفتم تا بالاخره به آرزوی همیشگی پدر و مادرم جامعه